بگم از دروغ ایشون، همین دروغ رو که به امام طبری نسبت داد که میگه فتوای شخصی طبری است و این حرف طبری است و از کسی هم نقل نمیکنه، دیدید که ایشون در تاریخشون از یکی از خلفای المعتضد بالله، یکی از خلفای عباسی نقل کرده. همین دروغ رو با همین عبارات به ابوالفدا هم میبنده که با هم این کلیپش رو هم ببینید. بله. آقای ابوالفدا ایشون متوفای 732 هجریه. کتابی دارد المختصر فی اخبار البشر. این رو عزیزان دقت کنن. ایشون چی میگه؟ همون چاپ قدیمی هم هست. چاپ قدیمی هم هست. و شجرت الملعونه اتفق المفسرون، مفسرون اتفاق نظر دارن انه اراد بها بنی امیه. مثل طبری اینجا باز اشاره میکنه. بله، ایشون اونجا گفت لا اختلاف بین احد، ایشون میگه اتفق المفسرون. بعد میگه رأى النبی ابا سفیان مقبلا و معاویه یقوده و یزید اخوه معاویه یسوق به. خیلی روشنشون مطرح کرد. دید ابو سفیان داره بر بالای یک مرکبی است، حالا یا الاغ بوده شتر بوده، حالاش خیلی زیاد به قول چیز نداریم ما. فرمود لعن الله القاعد و الراکب و السائق. خدا لعنت کند اون سواره را، جلودار و پشت سر حرکت کننده را. فقط روی ان ابا سفیان قال یا بنی عبد مناف تلقفوها تلقف الکره فما هناک جنت ولا نار. میگه ابو سفیان وقتی که عثمان آمد روی کار گفت ای بنی عبد مناف که برادر هاشم هست، پدر بنی امیه، پدر امیه. بعد میگه شما این حکومتی که دستتون آمده مثل توپ فوتبال به همدیگه پاس بدید. تلقفوها تلقف الکره، مثل توپ فوتبال به همدیگه پاس بدید و نگذارید از میان شما این حکومت بیرون بره. فما هناک در بعضی از جاها فوالله، نه بهشتی هست نه جهنمی هست. پیغمبر اکرم دنبال سلطنتی بود و امثال این. حالا این عبارتش انشاءالله ما سر جاش مفصل مطرح میکنیم. بعد میگه یک روزی پیغمبر اکرم دستور داد معاویه بیاد یک نامه رو بنویسد. دیر آمد و گفت من مشغول غذا خوردن بودم. پیغمبر دستور میده بیام، حالا فعلا غذامو بخورم بعدن میرم. پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه را سیر نکنه. و بعد از او هر سه غذا میخورد سیر نمیشد. و پیغمبر فرمود اذا رأیتم معاویه علی منبری فاقتلوه، وقتی معاویه را دید بر منبر من رفته او را بکشید. حالا انشالله این روایت رو هم ما سر جاش از نظر بررسی سندی و غیره هم انشالله انجام خواهیم داد. ولی در اینجا مراد این است که ایشون میگه اختلاف اتفاق نظر دارن مفسرین، این آیه در حق بنی امیه هست و لعن نبی مکرم به این 3 نفر رو آورده. دوستان والله تالله بالله به هیچ وجه آقای ابوالفدا را کسی نگفته بر اینکه چیه، ایشون جزء شیعیان بوده، متمایل به شیعه بوده. المختصر فی اخبار بشر هم کتاب شیعه نیست. همه این مدارکی که ما آوردیم و جلد کتاب صفحه کتاب همه را ما نشان دادیم دیگه. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملا. همونطوری که دیدید در اینجا مطلبی رو میاره از کتاب ابوالفدا و طوری عنوان میکنه که گویا این سخن ایشون هست و در حالی که دقیقاً ابوالفدا همون کاری رو میکنه که
تبری کرده. کتاب تاریخ است، مطلبی رو ذکر میکنه و میاد این مطلب رو از المعتضد بالله، یکی از خلفای بنی عباس که دشمنی شدیدی داشتن با بنی امیه، در کتاب تاریخ خودش ذکر میکنه و اینجا هست. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن: و فيما امر المعتزد ان يكتب الى الاقدار برد الفاضل من السهام المواريث على ذوي الارحام و ابطال دیوان ودها. این اولش هست، اول مطلب هست که اینجا رو نمیخونه. و بعد از اون و فی امر بکتبه في المعاوية وابنه وأبيه وإباعة لعنهم وكان من الجملة ما كتب في ذلك بعد الحمد لله والصلاة على النبي. این مطلبی است که ابوالفدا ذکر میکنه در کتابش المختصر فی تاریخ البشر. اما این آخوند همونطوری که در مورد تاریخ طبری گفت که این مطلب رو طبری فتوا داده و حرف خودش است و از کسی نقل نکرده، دقیقا همین دروغ رو در مورد ابوالفدا هم میاره. و ما بارها خدمت شما عزیزان بیان کردیم که اینکه بنی امیه شجره ملعونه باشه علیاذ بالله و این توهین ها و اهانت هایی که اینها میکنن، این توهین به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و توهین به امهات المؤمنین، توهین به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و توهین به کسانی است که در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کردند و از جمله اهل بیت و اصحاب ایشون بودن و اینا که میان بر اساس همین دروغ ها مردم رو تشویق میکنن به این که لعن بکنن بنی امیه رو. و ما قبلا هم در این مورد صحبت کردیم و مطالبی رو نشونتون دادیم و سعی میکنم که قسمت هایی رو برای شما عزیزان از این پاورپوینتی که در این مورد آماده کرده بودیم نشون بدم تا شبهه خیلی از عزیزانی که در این مورد شبهه دارن برطرف بشه. اینجا رابطه نسبی میان بنی امیه، بنی هاشم و بنی امیه، این مطلب واضح و آشکاری است که من در اینجا خدمت شما عزیزان این مطلب رو نشون میدم. عبدالمناف دو پسر داشت، یکیش عبدالشمس بود، یکیش هاشم. عبدالمطلب از هاشم به دنیا آمد، امیه از عبدالشمس. عبدالله از عبدالمطلب، برادرش ابو طالب. امیه، ابوالعاص و حرب. از عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سلم و از ابو طالب علی به دنیا آمد. از ابوالعاص عفان، از حربم ابو سفیان. از عفان عثمان رضی الله تعالی عنه و از ابو سفیان معاویه. این شجره نسب بنی هاشم و بنی امیه است. کسی که بگه که بنی امیه شجره ملعونه هستند، در حقیقت توهین کرده به کی؟ به عموزاده های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نسلشون یکی است. اگر شجره ملعونه باشه، پس همه اینایی که در اینجا میبینید علیاذ بالله شجره ملعونه هستند. این حماقت آخوند است که اطلاعی ندارن از حرفایی که میزنن. غیر از این بین بنی هاشم و بنی امیه ازدواج هایی هم وجود داشته. این نمونه از این ازدواج ها رو من خدمتون در این پاورپوینت نشون میدم. احمد جان اگر نشون بدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کردند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با دختر کسی که شجره ملعون است علیه بالله ازدواج کرده.
داستان ام حبیبه هم که اکثر دوستانی که سیرت خونده باشن میدونن که حتی در کتب سیرتی که شیعیان نوشتن ذکر شده که وقتی ابو سفیان در زمانی که کافر و مشرک بود به مدینه آمد، شبانه وارد مدینه شد، پنهانی اومد به خانه دخترش ام حبیبه. در اون لحظه که این وارد خونه شد، خب بعد از سالها دختری داره پدرش رو میبینه و پدری داره دخترش رو میبینه. خلاصه سلام علیک کردن و میخواست ابو سفیان بشینه، خسته و کوفته از مکه اومده 450 کیلومتر راه، میخواست بشینه که ام حبیبه، رمله اسمش بود، بنت ابی سفیان، بساط رو یا امون فرشی رو که بود از زیر پاش کشید، گفت بشین رو زمین. گفت دخترم منو لایق این فرش ندیدی یا فرش رو لایق من ندیدی؟ گفت تو نجس هستی، مشرک هستی، جایز نیست که بر فرش رسول الله صلی الله علیه و سلم بشینی. الله اکبر. این ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این آخوندهای نادان اینها را هم لعن میکنن، جز شجره ملعونه میدونن. عثمان ابن عفان اموی با رقیه و ام کلثوم دو دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن. یعنی پیامبر بزرگوار اسلام دو دختر خودشون رو به کسی دادن که علیاذ بالله شجره ملعون است. ابوالعاص ابن ربیع اموی زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به همسری گرفته. عبدالرحمن ابن عامر ابن کریز اموی خدیجه دختر علی ابن ابی طالب رو گرفته. شما تصور بکنید علی ابن ابی طالب دخترش رو داده به کی؟ به یک کسی که شجره ملعون است. رمله دختر علی ابن ابی طالب با معاویه ابن مروان ابن حکم اموی ازدواج کرده. زینب دختر حسن ابن علی ابن ابی طالب با ولید ابن عبدالملک اموی ازدواج کرده. فاطمه دختر حسین ابن علی ابن ابی طالب با عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان اموی ازدواج کرده. این ازدواج هایی که میان بنی هاشم و بنی امیه بوده. جالب است نکته رو اینجا اشاره بکنم که ما یک مورد نداریم در تاریخ تشیع که یکی از امامان شیعه دخترش رو به یکی از شیعیان که امروز مثلا رؤوس مذهب شیعه معروف هستن، مانند زراره و اینا از این طبقه که در زمان ائمه میزستن، از شاگردان درجه اولشون بودن و از سران مذهب رافضه‌گری و تشیع محسوب میشن، فعلا روات این مذهب هستن، نه دختر دادن نه دختر گرفتن. این قاعده رو داشته باشید. به بنی امیه دختر دادن، از بنی امیه دختر گرفتن. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امام حسن عسکری ازدواجاشون اکثرا با اهل سنت بوده و همچنین دختر دادن به اهل سنت، یعنی داماداشون از اهل سنت بودن. و شما در تاریخ تشیع پیدا نمی کنید که مثلا به امثال زراره و اینا که از بزرگان مذهب شیعه جابر جوفی اینا محسوب میشن به اینا دختر داده باشن یا از اینا دختر گرفته باشن، بلکه لعن و نفرین اونها ثابت شده. در مورد نوه اموی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و فاطمه زهرا هم مطلبی است که خدمت شما عزیزان من اینجا نشون بدم. علی با فاطمه ازدواج میکنه، حاصل میشه چی؟ حسین. عثمان پسرش عمرو دختر حسین فاطمه با عبدالله پسر عمرو بن عثمان بن عفان ازدواج میکنه که محمد دیباج به دنیا میاد. محمد دیباج نوه اموی علی ابن ابی طالب و فاطمه زهراست. اینم در تذکرات الفقهاء هلی جلد 2 صفحه 604، مقاتل طالبین صفحه 138، المسائل جارودی شیخ مفید صفحه 5 و شجره توبه شیخ محمد مهدی آیری جلد 1 صفحه 160 مطلب رو ذکر کردن. حاصل ازدواج علی و فاطمه، یکی از فرزندانشون حسین، دختر حسین فاطمه با عبدالله پسر عمرو پسر عثمان ابن عفان اموی ازدواج میکنه. نتیجه میشه محمد دیباج، یکی از علما و فقهای معروف و که شیعه قبول دارن این شخص رو. این نوه اموی علی ابن ابی طالب است. تشکر میکنم. همین شجره ملعونه ای که اینها ذکرشو میکنن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
مسئولیت‌های مهمی رو به همین شجره ملعونه‌ای که اینها ذکر می‌کنن دادن علیاذ بالله. عثمان ابن عفان داماد رسول الله از سابقین اولین بوده. در جریان حدیبیه سفیر رسول الله صلی الله علیه وسلم با قریش فرستاده شد که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. همین آیه در وقتی نازل شد که عثمان ابن عفان وقتی به عنوان سفیر رسول الله به مکه فرستاده شده بود، شایعه شد که قریش عثمان رو شهید کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خونخواهی عثمان در حدیبیه از مهاجرین و انصار بیعت گرفتن که تا آخرین قطره خونشون بجنگن با کفار. یعنی اولین سفیری که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مشرکین تعیین کردن در قضیه حدیبیه عثمان ابن عفان اموی بود، همین که ادعا میکنن از شجره ملعون است. عبدالله ابن سعید ابن العاص اموی از سابقین بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان را مأمور آموزش قرآن به اهل مدینه کرد. وی در جنگ بدر به شهادت رسید. عمرو ابن سعید ابن العاص اموی از سابقین اولین که به حبشه و پس از آن به مدینه هجرت کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان را به عنوان استاندار وادی القرا تعیین کردند، منطقه‌ای است بین مکه و مدینه. خالد ابن سعید ابن العاص اموی پنجمین نفری بود که اسلام آورد. ایشان به حبشه هجرت نمود و رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را به عنوان استاندار صنعا در یمن تعیین نمودند. عتاب ابن اسید اموی پس از فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان را به عنوان استاندار مکه مکرمه تعیین کردند. ابو سفیان ابن حرب اموی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان را به عنوان استاندار نجران تعیین کردند. این افرادی هستند که از به قول این آخوندهای رافضی از شجره ملعونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اینها مناصب مهمی دادند. در مورد بنی امیه یک مطلب زیبای دیگری هم هست اینجا خدمت شما عزیزان نشون بدم. خالد ابن سعید ابن العاص اموی صحابی مورد اجلال شیعه. سید بحرالعلوم در کتاب فوائد رجالی می نویسد خالد ابن سعید ابن العاص ابو سعید نجیب بنی امیه من السابقین الاولین و من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خالد ابن سعید ابن العاص نجیب بنی امیه و از سابقین اولین است که متمسک به ولایت امیر المؤمنین بوده. همین مطلب از شیخ عبدالله ممقانی هم روایت شده که حق در نزد من این است که وی از وثوق است و بهتر از دارایی کسی که با زبان تیزتر از شمشیرش در راه خدا جهاد کرد و در مقابل هزاران نفر ایستاد و از امامش فرمانبرداری میکرد. این هم یکی از همین شجره ملعونه که در تنقیح المقال جلد 25 صفحه 123 این مطلب را ذکر کرده. حالا سوال ما از اینه که آیا اینا خالد ابن سعید هم از جمله شجره ملعونه است یا نیست. در مورد چه کسی بنی امیه رو سر قدرت آورد، سوالی است که شاید خیلی فکر کنن که بنی امیه رو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه یا غیره سر قدرت آوردن، اما حقیقتش این است که وقتی که سیدنا علی ابن ابی طالب به شهادت رسیدن و حدود 70-80 هزار نیروی نظامی در کوفه آماده بودن برای جنگ با معاویه، سربازان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که بعد از ایشان حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما خلافت رو به عهده گرفتن، ایشون در معاهده صلح معروفی که هست که شیعه و سنی هم قبول دارن، معاویه رو به عنوان امیر مومنین و خلیفه و حاکم، پادشاه، رئیس، ولی امر خودشون قبول کردن و خلافت رو به ایشون واگذار کردن. پس در حقیقت بنی امیه رو حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما به حکومت رساندن. حالا جواب بدن که شجره ملعونه و این مطلب. خدمات بنی امیه که به اسلام انجام دادن از حد و حساب خارج از فتوحاتی که در زمان بنی امیه رخ داده. در عهد بنی امیه اسلام به قلب اروپا رسید. من تصویری از فتوحاتی که رخ داده در زمان بنی امیه رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. این نقشه سبزی که رنگی که میبینید، این مناطقی است که زیر تسلط بنی امیه بوده، یعنی ایران و افغانستان و ماوراء النهر و
عربستان و یمن و امارات و بحرین و این طرف تا قسمت‌هایی از خاک ترکیه و سوریه و فلسطین و این طرف تا شمال آفریقا و حتی تا اسپانیا حکومت بنی امیه بود. تا سال 750 این حدودشون بود. این سبز کمرنگ که می‌بینید این مناطق سمرقند و بخارا و همه این مناطق فتح شده بود در اون زمان. تشکر میکنم دوستان عزیز. و یکی از خدمات بزرگ بنی امیه این بود که اسپانیا رو فتح کردن و اسلام رو به قلب اروپا حتی تا نزدیکی های پاریس رساندن. تشکر میکنم. و خدمات دیگری که بی حصر و حساب است و این آخوند با این دروغگویی و مکاری میخواد بنی امیه رو بدنام بکنه، غافل از این که همونطوری که میگن اینا سگ‌هایی هستن که با هوهوی اینا نه آب دریا نجس میشه، نه رزق گدا کم میشه و نه تأثیری دارن به حال امت اسلامی. قزوینی و امثال قزوینی دارن سرشون رو به کوههایی از ایمان و تقوا و پرهیزگاری و شهامت و شجاعت و خدمت به اسلام میزنن که غیر از این که کله خودشون رو داغون بکنن نتیجه دیگری برای اینها نخواهد داد.